الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز به سوال یکی از برادران ان شاء الله جواب میدهیم. در سوال آمده است که السلام علیکم، من خانه خریده تعمیر میکنم و میفروشم. یک نفر برای خریدن خانه راضی شد و کمی پول همچون گراو زالوگ داد. ما شرط کردیم که باقی مانده پول را در یک ماه میدهد، ولی یک ماه گذشت نداد. بعد یک ماه دیگر هم گذشت ولی باز نتوانست پرداخت کند. پول را داده نتوانست. در این حالت حکم شریعت چیست؟ آیا من میتوانم پول گراو را، هم زالوگی که داده است خریدار، آیا میتوانم پول گراو را برای خود نگاه دارم، خودم گیرم، و آیا حق دارم خانه را به کسی دیگر فروشم؟ خب در این سوال دو مسئله است. یکمش گرفتن زالوگی که خریدار به فروشنده میدهد، همون رو گرفته از خود کردن، و دویمش آیا من حق دارم که از وای طرف شرطنامه، موافقی شرطنامه، شرط را رعایت نکرده ایستاده است یا شرط را شکست، شرطنامه را، من میتوانم همین خانه را به دیگر کس فروشم. البته وقتی که خریدار دیگر پرداخت کرده نتوانست، چنانکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن المسلمون عند شروطهم، مسلمان ها پایبند چی هستند؟ شرط هایشان هستند. باید به شرطی که وعده دادن وفا کنند. مادامی که خریدار به شرطنامه رعایت نکرد، شما حق دارید که خانه را بفروشید. این یک طرفی مسئله. دوم مسئله همون گروی که خریدار میموند در جای خود ما در خرید و فروش ها، در خرید و فروش ماشین، خانه یا بسیاری چیزها، تا خرید و فروش شدن میگوید که اگر خواهی زالوگ مون، همون گراو مون، اگر خریدار نخرید، از همون وعده ای که میدهد یا شرطنامه ای که آنها میبندند همون رو اجرا نکرد، از گپش گشت یا از همون خریده خودش گشت، زالوگ چی میشود؟ آیا فروشنده گرفته میتواند همون زالوگ را؟ در این مسئله برادران عزیز اختلاف است. جمهور علما در مذهب امام اعظم، همچون امام شافعی و امام مالک درست نیست. یک حدیث روایت شده است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع العربانی. پیامبر صلی الله علیه و سلم از بیع عربون همین گراو موندن، زالوگ موندن نهی کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم. بنابر بر همین حدیث جمهور فقها گفتند که درست نیست. انسان وقتی خرید و فروش می شود، زالوگ مونده، یگان چیز رو گرفتنش، یعنی زالوگ میموند. اگر خرد همون زالوگ یک قسمی مبلغی خانه میشد یا ماشین یا همون چیزی که خریده است، یک قسمی مبلغش میشد، پیش پرداخت، همچون پیش پرداخت. اگر نخرد، همون پیش پرداختی کردهش برای که میشود فروشنده میشود. این بیع رو جمهور فقها جایز نیست گفتند. اما امام احمد ابن حنبل و همچنین در قرار فتوای مجمع فقهی اسلامی دوله، ما بسیاری وقت مجمع فقهی اسلامی میگویم. مجمع فقهی اسلامی دوستان عزیز سال 1981 این سازمان تشکیل شدگی. کمتر شرح میدیم تا اینکه برای شما شنونده ها همین چیز فهم‌تر شود. مجمع فقهی اسلامی از علمای امت اسلامی از 57 دولت، 70 نفر از دانشمندای علمای تمام کشورهای اسلامی جمع شده همین سازمان سال 1981 تشکیل کردند. آنها در یک چند سال یک مراتبه نشسته جمع شده، تمام عالما در همین مسئله ها اجتهاد کرده فتوا قرار میبرند. یعنی همین سازمان مجمع فقه اسلامی گفته است که خرید و فروش عربون، یعنی گراو گذاشتن و گراو را در آخر فروشنده گرفتنش جایز است، حلال است، فتوا برآورده هستند. و همون حدیثی که گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن، آن حدیث رو میگویند که آیا حدیث ضعیف است، از سبب اون که ضعیف است بنابراین با آن عمل کرده نمی شود. و از دیگر صحابه ها روایت شده است که آنها چیکار میکردند؟ با همین معامله خرید و فروش میکردند. مثلا از نافع ابن عبدالحارث روایت شده است که از صفوان ابن امیه چیکار کردند؟ دارالسجن برای عمر ابن خطاب رضی الله عنه خریداری کردند. گفتند که
همین فلان جای رو من از تو میخرم، اگر عمر راضی شود من میخرم گفتن، اگر عمر راضی نشود من برای تو فلان قدر مبلغ میتیم گفتن. یعنی همون زالوگی که میتیم، گروی که میتیم از اون خودت میشد گفتن، وعده دادن. و عمر رضی الله عنه و دیگر صحابه ها چیکار کردن؟ همین چیز رو اقرار کردن، نافع رو من نکردن، نکن نگفتن. یا این چی کاری کرده گفتن؟ این کار نکردن. از این معلوم میشود که صحابه ها با همین طرز معامله، با همین طرز مناسبت چیکار میکردن؟ خرید و فروش میکردن. و این جایز است به شرطی که اگر خریدار و فروشنده اتفاق کرده باشند و هر دو طرف راضی شده باشد. خریدار گفته باشد که اگر من از گپم گردم همین گراو، همین زلاق از اون خودت میشن، $1000 میتید یا $500 میتید مثلا، یک خانه میخرد، میگه که من همین خانه خریدم. فروشنده میگه که بلش اگر تو خریدار جدی باشی $500 $1000 برای من زلاق ته گراو من اینجا. خریدار برآورده میتید میگه که اگر من نخرم مبادا زلاق از خودت. اگر همین اتفاق شود زلاق چی میشود؟ از اون فروشنده میشود. دوم شرطش این است که وقت، مهلتش باید معین باشد. مثلا خریدار میگوید که اگر من در مدت 1 ماه باقی مانده پول را ندهم، چنانه که در سوال آمده است، در مدت 1 ماه من آورده نتیم باقی مانده مبلغ را، همین زلاق از اون خودت میشود و من از خریداری کردم دست میکشم. یعنی وقتش، مهلتش باید معین باشد. اگر همین دو شرط باشد، یعنی اتفاق کردن با راضیگی طرفین خریدار و فروشنده، دومش مهلتش، وقتش معین باشد. باید برای خریدار وقت یاد فروشنده که 1 ماه است، چقدر که اتفاق میکنن، یا 3 روز 4 روز است، چقدر مابین خودشان اتفاق میشن، باید اتفاق کنن. اگر همین طور که باشد، چنانه که گفتیم با فتوای مجمع فقه اسلامی و همچنین فتوای امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، جایز است. الله تعالی را دعا کنیم که هر یک معامله های ما و شما معامله حلال و پاکیزه باشد و الله تعالی در خرید و فروش و بیع و معامله های ما و شما برکت عطا نماید تا نوار آینده. الله تعالی نگهبانتان باشد.